سلام بچه‌ها، با من همراه باشید با 6 تا کلاینت ناخن طی 3 روز. اول از همه کار فیلم برداری ناخن‌های خودم رو انجام دادم که میخواستم فیلمش رو آپلود کنم تو یوتیوب. این کار میندال ژورناله که فیلم برداری و ادیتش جمعاً یه 7-8 ساعت یه روز کامل وقت میبره و وقتی هم تو این سایزه، یعنی بیشتر از 2 سانتی متر لارج محسوب میشه و کلاینت ها بابتش هزینه جداگانه پرداخت میکنن. این وضعیت منه وقتی فیلم برداری داریم. مشتری بعدی یاناه که بهتون گفتم همیشه یه دونه شکسته رو داره. دفعه اولی بود که داشت فارسی میشنید و کلی خندید و براش تمام کلمات جالب بود. اینا همیشه داره، نمیدونم کارش سنگینه یا چی، همیشه این یه شکسته، این یه هوا گرفته، مثل 4-5 هفته یه ناخوناش، در حالی که 3 هفته است. اینم از انتهای کارش که بیبی بومر انتخاب کرد. بچه اگه یه خورده میماله این کنار نداره، مشتری 2 بار دستشو بشوره میره. خب حساس نشید رو اونا. برای کارهای ژورنالی و عکاسیتون باید اونقدر تمیزکاری کنید. مشتری بعدیم الیشکاه، اینم از ناخوناش که با بلومینگ ژل کار کرده بودیم. بریم ببینیم چی انتخاب میکنه. این دستکشا رو میپوشه برای دستگاه که دستشو میذاره، ولی حالا لازم نیست، بعضیا دوست دارن بپوشن. اینم از انتهای کار الیشکا که این طرح بهاری رو انتخاب کرد. I have her photo, I will show you. خب مشتری بعدی مارکتاه که اولین مراجعش بود و با قلم براش کار کرده بودم. الان میخوایم براش با قالب کار کنیم و طرح پلنگی انتخاب کرده، بریم انجام بدیم. الان بعد 5 هفته اومده. طلایی و قهوه‌ای رو انتخاب کردیم واسه این طرح، ولی خب با نقره‌ای هم قشنگ میشد، نقره‌ای مشکی در واقع دیگه. دیکوی. اینم از کیک امروز هنر به خرج دادم. گل درست کردم. فقط این کاکائو وسطش پودر کاکائو، نمیدونم درسته یا نه، یعنی باید مثلا شکلات آب شده استفاده کنیم یا پودر کاکائو یا چی. اولین بارمه، من همیشه کشمشو گردو میریزم. کاکائویی دفعه اولمه. بریم بذاریم تو فر ببینیم چی میشه. بریم برای روز دوم و یه دونه مشتری. خب این ناخونای پترا رنگکاره، همیشه هم زیرش رنگ داره هم قسمت ریشه مواد که حتی 1 میلم هوا کشیده باشه رنگ میره داخلش، چون اینا بدون دستکش کار میکنن. بریم ببینیم امروز چی میخواد بزنه. اینم انتهای کار پترا، یه طرح پرکار. این قسمت هایی که بیبی بومره حتما باید زیرش سفید کار بشه که دیدشه. Petra, máš to rada? Miluju to. برام شکلاتم آورده. خیلی مهربونه. عاشقشم. قشنگ جمع کردم برم خونه. مشتری گوشیشو جا گذاشته و وایسم تا بیاد. حالا امیدوارم که زود یادش بیفته که جا گذاشته. اگه تا غروب یادش نیاد چی؟ و همینجا بشینم. مشتریم چون آدرس خونمونو داشت اومد دم خونه گوشیشو گرفت. پیست پیست پیست. هیچی ندارم. اهای سلام. این حیوان ما به 2-3 زبان حرف میزنه. همه چی میفهمه. پیست 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 پیست. ببخشید بیدارت کردیم. پیست 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 پیست.
اوپس. تو دهنش پر تخمه است. نه دیگه نه. باید فیلم میگرفتم ازش. ببین 50 تا تخمه کرد تو اینجا رو دست دهنش. بزن. اینجا کجا؟ این چی که فودشه پر تخمه. این لپاش پر تخمه است. لپشه. دهنشو باز کنه. بازم نمیخواد. 40-50 تا تخمه میریزه بیرون. واقعا دهنشو پلیز باز نکن. بریم برای روز سوم و 2 تا مشتری. خب این خانم هم چون کلاس رقص داشتن اکلیلی زدن سری قبل. بریم براشون عوض کنیم. بشو بسیم. این هم شد انتهای کارش. قرمز انتخاب کرد. ریشه ها رو یه لاین طلایی کار کردیم. خب مشتری بعدیم هنوه که همیشه بین 5 تا 6 هفته میاد و خب هزینه کاشت کامل رو پرداخت میکنه هر بار. همیشه هم چیز میزه اکلیلی انتخاب میکنه. بریم ببینیم امروز چی میخواد. خب اینم از آخر کار هنا. این دفعه اکلیلی انتخاب نکرد، به جاش ورق طلا ولی زد. بعدش هم رفتم دنبال بچه ها که بریم خونه. بالاخره آفتاب شد. دما 16-17 است فکر کنم، ولی همچنان سرده. نلین اینجوری بر خودش لخت اومده ولی سرده. بچه این ساختمون ها رو ببینین. تو شهر ما هر کدوم یه رنگه. من عاشقشونم. تون تا هر کدوم یه رنگن. بعدم رفتیم خونه برای شام. آره ماساژ. مرسی. فقط کافیه نمک و پیاز و یه سری ادویه رو قاطی گوشت کنید و بذارید 1 ساعت تو فرن. اینم از کباب آماده شد. بریم برنجم بذاریم. اگه ویدیومو دوست داشتی لطفاً لایک و سابسکرایب یادت نره. ممنونم از همراهیت.